سه تا پروژه زیر $1 که خیلی نوسانای خفنی دارن، هم میشه کلی نوسان خفن ازشون گرفت، هم میشه اثبات روشون سرمایه گذاری کرد. تیمای قوی دارن و خیلی خفنن و میتونن بهمون سود بدن. توی این ویدیوی نسبتا کوتاه قراره که این سه تا ارز رو بهت معرفی بکنم. پس ازت میخوام کانال رو سابسکرایب بکنی، لایک بکنی ویدیو رو. من علیرضا سلوجقم و قراره یه ویدیو خیلی خفن رو با هم داشته باشیم که اینجا سه تا ارز خیلی خفن رو بهت بگم که میتونن رشد سود خوبی بهت بدن، چون پتانسیل رشد بالایی دارن. نمیخوام بهت رویا فروشی کنم بگم نمیدونم $100 بذار میلیاردر میشی، نه، میخوام سه تا پروژه واقعی بهت بگم که میتونه یه سود خوب بهت بده. پس حواستو کامل بده به من چند تا معیار گذاشتم برای اینکه حالا بخوام این ارزها رو انتخاب بکنم. یکی بحث تیم قویه که داره و حالا شفافیت پروژه است، چون توی ارز دیجیتال ما یه بحث نقدینگی رو داریم که یک توکن میتونیم بگیم خوبه، یه بحث نقدینگی رو داریم، یه بحث کاربرد و تیمش رو داریم توی فاندامنتال یا تحلیل بنیادی. خب این خیلی مهمه. یکی توکنومی که منطقی به عرضه کنترل شده است. من خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، یه سری حالا توکنومیک بیشتر تو بحثای برنامه‌نویسی و بلاکچینی و ایناست، ولی خیلی خلاصش اینه که این ارز به طور درست پایه ریزی شده باشه و نوشته باشه و اون پروژه به صورت درست نوشته شده باشه و ارزی مثل بیت کوین خب که کم کم داره ماین میشه. خب این ارزا هم خیلیشون ماین نمیشن ولی به صورت خرد خرد عرضه میشن توی بازار. این مسئله رو ما کار میکنیم، بحث جامعه کاربردی و اینکه چه مقدار پذیرش نسبت به این ارزها اومده رو چک میکنیم که حالا بعضیاشون اسمشون رو شنیدید قطعا، و ارزایی هستن که مردم هم دارن بیشتر میخرن و خب وقتی که بیشتر میخرن حجم معاملاتشون بیشتر میشه روی این موضوع حساب کرد. و بحث بعدی هم امکان لیست شدنشون تو صرافی های بزرگتر مثل بایننس، مکسی، بای بیت، کوکوین، یه همچین صرافیایی. و حالا توی صرافی اوربیت هم که من استفاده میکنم و به شما معرفی میکنم، تمام این موارد هست که از طریق کانال تلگرامم میتونید کامل برید ببینید. کانال تلگرام کجاست؟ این چقدر سخته، برعکسه. کانال تلگرام اینجاست، میتونید برید و کامل چکش بکنید همه موارد رو. خب ارز اولی که ما داریم آدا ارز چیه؟ کاردانو. بذارید من خودم رو کوچیک بکنم بریم روی چارت. خب ارز اولی که داریم آدا یا کاردانوه و خب اینم تایم فریم روزانشه. میبینید که نسبتاً نوسان خوبی داره و خب سال 2024 هم یک رشد خیلی شارپی رو داشته. دوباره اینجا البته نتونسته هنوز به سقف قبلی خودش برسه. یه روند، یه الگوی پرچم، حالا الان یکم فکر کنم اینترنت قرار منو اذیت کنه که تریدینگ ویوم اینجوری شده. آره یه الگوی پرچم داره الان که احتمالاً توی حالا با شروع آلت سیزن بتونه اینجا رو بشکنه و یه رشد خیلی خوبی نسبت به بالا داشته باشه. کاردانو تو سال 2017 یکی از هم بنیانگذارای اتریوم میاد میسازش و یکی از خب خودش بیشتر از 1000 تا پروژه دیفای داره. من اینجا نوشتم یادم نره، تقلب دارم میکنم. بیشتر از 1000 تا پروژه دیفای و NFT هم توی اکوسیستمش ساخته شدن. خودش یه شبکه و بلاکچینه و کلا هدفش ساخت شبکه‌ایه که یه مقیاس پذیری بالا داشته باشه و امنیت قراردادهای هوشمند رو بالاتر ببره. تحلیل بنیادی خیلی خوبی داره که حالا هم جامعه توسعه دهنده فعال داره، هم خیلی زیرشاخه‌های زیادی داره و الان هم داره روی بازه نوسان میکنه و این بازه نوسانش هی داره کوچیکتر میشه. یه مقاومت کلیدی، دو تا مقاومت کلیدی داره، یکی 65 سنت و یکی 90 سنت که این 90 سنت رو بتونه بشکنه. حالا ببینم، آره مثل این که قرار نیست با ما یاری کنه تریدینگ ویو، اما همینطور که میبینید 90 سنت رو از اینجا بتونه بشکنه و به بالاتر حرکت کنه، خب سود خوبی به ما میده. چشم اندازی که بهش داریم با افزایش حالا استفاده و پذیرش قراردادهای هوشمند و رشد دیفای قبلا هم گفتم یه پلتفرم حالت وامدهیه
احتمال داره که توی سیکل بعدی بیاد و بخواد خودش رو به $2 برسونه. به $2 یعنی 2 برابر قیمت الان. حالا من تا $3 هم توی تحلیل های خودم دارم. بستگی داره ببینیم شرایط چجوری دیگه و این آلت سیزنی که قرار اتفاق بیفته چقدر قویه. ارز دومی که ما داریم ارز استلاره که این هم ارز خیلی خوبیه. حالا اینجا زیاد روش کار نشده ولی بعد یه پامپ شدیدی داشته و بعد از اون دوباره مثلا اینجا هم یه پامپ خیلی خوب داشته، سودای خوبی ازش گرفته شده. من خودم هم حالا با بچهای خودم قبلا ازش سود گرفتیم. تو سبد یکی از دوستای صمیمی هم دادم، فکر کنم 100 تومن ازش خرید، تقریبا یه 100 تومن دیگه هم ازش سود گرفت. استلار کلا برای یکی از مشکلات مهم جهان ساخته شده که انتقال پول بین کشورهاست که سریعتر و ارزونتر باشه و نیازی به بانک ها هم وجود نداشته باشه. توی بحث تحلیل بنیادیش باید بگم که تمرکز اصلیش گفتم روی پرداخت‌های جهانی و همکاری با نهادهای مالی بزرگ و معتبره و با آی بی ام و مانیگرام و بانک‌های دیگه داره کار میکنه و خیلی حالا بیشتر برای هولدم نیست، برای تسهیل تراکنش هاست، اما توی کوتاه مدت خیلی وقتا میتونه سود خوبی بده. یه حمایت کلیدی روی این قسمت داره، اینجا داره که الان داره حمایتش میکنه و ببینید خط، حالا نمیتونیم خطش رو الان رو تریدینگ، این الان اوکی شد. این خطش میبینید خط مهمی هم هست قبلا و برخوردهای زیادی بهش داشته. احتمال داره چند بار به این برخورد بکنه و اگر که بولران و آلت سیزنی که ما توقع داریم استارت بخوره، خب یه به راحتی میتونه سقف قبلیش رو که 60 سنت هست بزنه و بره به سمت $1 که اونم سود خیلی خوبیه. XLM یکم ریسکی تر نسبت به کاردانو ولی خب بازم ارز خیلی خوبیه و من خودم هم توی سبدم دارم ولی کمتر دارمش چون میگم ریسکش بالاست و واقعا نمیشه دقیق گفت چه اتفاقی میفته. ارز سوم زیر $1 چیزی نیست جز وی چین، ارز وت که از سال 2015 تو بحث مدیریت زنجیره تامین کار میکنه و هدفش اینه شرکت ها بتونن اصالت کالا، مسیر حمل و نقل و کیفیت محصولشون رو توی بلاک چین ثبت بکنن. حالا داستان این که اصلا توی بلاک چین ثبت بکنن یعنی چی؟ بلاک چین کلا یک فضای دیجیتالیه که هر چیزی رو میشه روش سیو کرد. یعنی بلاک چین زنجیره از بلوک هاست، بلوک های مجازی دیجیتالی که روی هر کدوم از اینا اطلاعات ذخیره میشه و این اطلاعات جابجا میشه و خب ارز ویچین یه ارزیه که اومده و توی این زمینه کار بکنه توی بحث کاربرد. توی بحث همکاریاش مثلا با والمارت چین کار کرده، با بی ام دبلیو کار کرده. این هم ارزیه که نوسان داره و ارز خوبیه. حالا شما اینجا ببینید، از اینو اصلا من الان نکشیدم، این از قبل اینجا بود و ما یه سود 2.5 برابری قبلا ازش گرفتیم و الان هم رو نقطه ورود خوبیه. دوباره مجدد ببینید اینجا. حالا الان یکم باید بیاد پایین تر و 0.020 0.019 اینجا قیمت جذابیه بخواد بخرید که بذارید محاسبه بکنم. از اینجا یه سود مثلا 70% این تیکه میشه ازش گرفت. تارگت بعدیمون هم اینجاست، یه سود 180% و تا همین 250% میشه روش حساب کرد و سود خوبی ازش گرفت. و توکن اصلی خود وت توکن اصلی برای تراکنش ها و اجرای قراردادهای هوشمنده و اگر که ما آلت سیزن بعدی رو داشته باشیم، بازار بخواد حالا رشد بکنه، وی چین هم خب میتونه تا $0.1 تا 10 سنت رشد بکنه که قیمت خیلی خوبی هم هستش. یعنی ما این تارگتی که اینجا بهتون گفتم 0.057 و این بعد برسه به اینجا. بذارید براتون مشخص کنم اینجا. و یکی دیگه از تارگت هایی که ما توی آلت سیزن میتونیم برای ارز وت یا وی چین داشته باشیم همینه. پس 3 تا ارز شدن. ارز کاردانو رو داریم که تحلیلش رو بهتون گفتم از همه کم ریسک تره. ارز XLM یکم پر ریسک تره ولی خب میتونه توی کوتاه مدت با سود بهتری بهتون بده. شما حالا مثلا اینجا میتونید 50% ازش بگیرید. در کل ارز حالا برای فیوچرز هم نوسانش خوبه. من
گاهن ازش استفاده میکنم. وت هم اوکیه، من تو فیوچرز هم بازم ازش استفاده میکنم، نوسانش خوبه و خب آینده دار هم هست به خاطر حالا کاربردهایی که دارن، چون میدونید دیگه یه بحث مهمی از ارزها آینده دار بودنه. و جالب اینجاست شما وت رو نگاه بکنید که چقدر سقف بلندی قبلا زده. بذارید تا ATH شما حساب کنم، تا 15 برابر میتونه بشه اگر که بخواد سقف تاریخی خودش رو بزنه ارز وت. ولی این مورد نیازمند به زمانه، یعنی الان هم اینجوری حساب نکنید که الان مثلا بخرید فردا پامپ بشه. نه، اینا ارزایی هم که میتونید بخرید و توی طولانی مدت بخشی از سبدتون رو بهش اختصاص بدید. هر ستاشو خودم دارم، ولی چون کاردانو ریسکش پایین تره من بیشتر باش موافقم. و XLM هم خوبه، XLM هم استلار، این هم ارزیه که کمتر ریسک داره و میشه روش حساب کرد. خب من تصویر خودم درست کنم. XLM هم میشه بیشتر روش حساب کرد، ارز خوبیه. و در نهایت ماجرام اینا صرفا تحلیل های خودمه، توصیه مالی نیست صرفا که حتما برید اینو بخرید قرار پامپ بشه و این داستانی نیست. و حالا این تحلیلیه که خودم روشون دارم و خودم هم گفتم اینا رو خریدم، حالا باید بپذیرید دیگه توی بازار مالی هستید. این هم از این، امیدوارم که به دردتون خورده باشه که قطعا همینطوره. و ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو هم لایک بکنید و میتونید برای بقیه دوستاتون هم اگر که دوست داشتید ارسال بکنید. خیلی خیلی دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.